تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی، حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت و میرخواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار 18. درویش بخت از توکل پیشنهاد بازرگان را پذیرفت. تویچه‌بای مهمانش را به اشتر شناند و از عذاب پیاده‌گردی خلاص کرد. بعد 3 روز به ترمیز رسیدند و برای درویش حیات نو سر شد. نزدیک به 1 ماه در یکی از خانه‌های تویچه‌بای ایستاد. در این مدت گاهی همراه او، گاهی همراه خدمتگزارانش، کشتزاران ناپیدا کنار، باغ‌های سیرحاصل فراخ دامن، چراگاه‌های پر از گله اسب و استر و گاو و رمه مالش را تماشا کرده هر بار انگشت حیرت می‌گزید که چطور یک آدم اینقدر مال و ثروت داشته می‌تواند. بعد این همه تماشاها و چشیدن مزه زندگی پرفراغت در خانه تویچه‌بای، در دل درویش نیز آرزوی ثروتمندی کلان شدن آشیان گذاشت. بسیار می‌خواست که به مثل این مرد در برتنگ کارهایی کند که آدمان بینند و آفرین گویند. زر تنیمس به وی چنین امکان می‌دهد، لیکن به تنهایی از دستش کار نمی‌براید. به راهنمایی و پشتیبانی یگان شخص صاحب نفوذ این آرزویش آرزو میماند و بس. درویش به شاهان و میران شغنان و روشان نه پیوند خونی داشت، نه یگان بهانه‌ای رفت و آمد. اگر آنها دانند که وی بای و بدولت شده است، در راهش چنان مانع‌هایی می‌گذارند که موش دیوار خانه‌اش هم راه گریز را پیش می‌گیرد. چند روز در سر این مسئله فکر کرد و به قرار آمد که از تویچه‌بای دیده مربی به قدرت‌تری نمی‌یابد. اما نمی‌دانست که گپش را به وی چه خیل فهماند. گره این معما را خود تویچه‌بای باز نمود. یک روز راست به خانه به نزدش آمد و بعد از سلام گرم شوخی آمیز پرسید: آیا ببر پامیر در بیابان‌های سوزان ترمیز نفس تنگ نشده است؟ درویش پاسخ داد که از گرمی عذاب می‌کشد. تویچه‌بای گفت: 2 روز پس من عیالم را به چارباغ سیرونی لب آمو می‌کوچانم. اگر سمرقند رفتنی نباشید شما را هم با خود می‌برم. درویش گفت که خیال سمرقند را از سر دور کرده است و زرش را به او نشان داده نیست. فکر پخته خرسند شد بازرگان و به شوخی افزود: زرشناس بهتر از من در این حدود پیدا نمی شود. وقتی که درویش یک کیسه زر خامش را روی دستارخوان ریخت، برابر دیدن آن از سینه تویچه‌بای ندای وجد آمیز بلند گشت: هو هو، این نعمت خدا را بین، نونگی صافتر از این طلا را در یگان جای عالم ندیدم. وقتی بازرگان چنان خوش گشت که درویش را آغوش گرفت و از پیشانیش بوسید. یقین مقال معروفی گویا کانی طلا یافته باشد را در همین مورد گفتند. شما درویش نه، نونگی شما قارون زمان دوستم. چه خیل جرأت کرده با چنین مال و منال بی‌بها برآمده اید؟ به دل و گرده اتان قایل من قایل. درویش می‌دانست که زر او بلند عیار است، ولی چشمدار نبود که شخصی دولت دیده چون تویچه‌بای آن را به این درجه قدر می‌کند. مال ما را تا این درجه هیچ کس تعریف نکرده است برادر، با قناعتمندی گفت درویش. یا زرشناس نبودند یا خریداران مکار بودند. کان این زر خالص کجاست؟ آبی تنیمه است. دریای روان گویه.
آر زمستان و تابستان روان. تویچه‌بای کله سلکلانش را چند بار به هر طرف جنبانده شاد و ممنون نجوا زد. شکر الله تعالی، نونگی همش را خودم میخرم. این خیرگنجی به پای خود آمده را فقط ابلهان از دست میدهند. خود همین روز نرخ و نوا کرده پولت را میدهم. وی خانه را اندیشمندانه چند بار چرخ زد و سپس در بیخ گوش درویش به نیم آواز گفت: نونگی، من شما را از دست دادن نمیخواهم. شما ببر کوهستانی و من یک گرگی دشتی. پولتان را که گرفتید دیگر گردتان را نمیابم. اما من نمیخواهم که شما را از دست دهم. میفهمید من به شما چقدر نیکی کرده میتوانم. نونگی، با این زر خدا داده اتان خانه و در خیش و اقربایتان را چقدر بای کرده میتوانید. حتی پادشاه پامیر شدنتان ممکن. درویش هم چون دید که مناسبتر از این پیت برای عملی شدن آرزویش پیدا نخواهد شد، گپ دلش را به زبان آورد: برای من مهربانی و برادری از 100 خروار زر قیمتتر است. تویچه‌بای به ساده دلی دوست پامیریش احسان خواند: یعنی تو از من نه شریکی بلکه برادری میخواهی. بارک الله، هیچ گمان نداشتم. سرم را به آسمان رساندی. میدانی در کدام یک کنج عالم در سر قله های برفپوش یک برادر داشتن دل آدم را چقدر به قوت میکند. بغیر از این در تمام مدت آشنایی امان مشاهده کردم که در دلت نونگی ذره شیطنت نیست. بسیار انسانی پاک و صداقتمندی هستی. از این میبراید که مردمتان همین خیل تربیت و آداب دارد. نخود اظهار تعجب کرد درویش: بجای شما یگان کسی دیگر می بود، نونگی در بین سوداگران ما یار و جوره ها پیدا کرده زرش را بر وقت می فروخت و تا این دم 1-2 بار پولش را می چرخاند. اما شما طاقت کردید و خاطر مرا شکستن نخواستید. نونگی شریک بازار یافتن مشکلی ندارد، اما پیدا کردن یار موافق در دنیای پرفریب مال و کالا به کم کسان میسر می شود. خلق بسیار برادر، خوشبختم که خداوند مرا با تو دچار آورد. هر چیز که از دستم آید برایت میکنم. تویچه‌بای چند دقیقه به اندیشه عمیق رفت. سپس دست به دست درویش گذاشت و سخن به زبان آورد که در بند دلش لرزه افتاد: بیا من و شما خویش میشویم. چی خیل خویش؟ رنگ تمام انسان‌های روی زمین که زن میگیرند و شوهر میکنند. درویش چی گفتنش را نمیدانست. زن، شوهر؟ نونگی 36 ساله‌ام. 2 زن دارم و 5 کودک. قدرتم به نگاه داشتن چندین زن میرسد، لیکن با خود عهد کردم که به 3 اکتفا بکنم. اگر راضی باشید با مدد شما از قومتان زن میگیرم. آخر این چه خیل می شود؟ درویش تماما دست و پا خورد. پیشانیش عرق کرد. تویچه‌بای ملیح خندید و از بغلش داشته جانب باغ قدم زد. میدانم نونگی این گپ در مغزتان نمی گنجد. مردم چه میگویند؟ خویش و تبار ملامت میکنند، مذهب دیگر است و هاکذا. اما من و شما نونگی عقل داریم کو. کله هایمان را درست به کار اندازیم، نه سیخ می سوزد نه کباب. اگر مسئله مذهب شما را به تشویش گذارد، باید بگویم که نونگی در ما به این گپ ها حالا اینقدر اهمیت نمی دهند. میدانید چرا؟ البته شما از کجا میدانید؟ امیرمان از ماست ولی خوشبگی دولت از شماست. نونگی یعنی شیعه و آوازش را پس کرده قریب به پیش راست گپش را دوام داد. این یعنی بندی رعیت اصلا در دست آنها، یعنی که مردم شما می باشد. نه آسمان به زمین ریخته است و نه زمین به آسمان چسبیده است. تنج و آسوده زندگی کرده گشتیم. خوشبگیش چه کارگر است؟ از گپی تویچه‌بای چیزی نفهمید درویش. وزیر، میدانی وزیر، صدر اعظم، گردن امیر، به هر جانب خواهد تاب میدهد. سخنان با حرارت تویچه‌بای اضطراب و دودلگی درویش را فرو نشاندند. حتی از آنکه دوستش در راه کشایش کارهای آیندهشان نقشه کشیده میخواهد احساس ممنونیت وجودش را پر کردن گرفت. بنابراین شوخی آمیز گفت: آشنا، چی کار کردنم را میدانستم به ترمیز نمی آمدم. در روی تویچه‌بای تبسم فراخی گل کرد. درست میگوید ارتا، اکنون قهر کوهستانیتان را
تگ قبرغاتان گره بندید و به یک سوال من جواب دهید. گوش دارم. در خانه نوانگی خواهر شوی نکرده دارید؟ برگ و پی درویش آتش دوید، ولی تاکید آشنایش کار داد. دقیقه در جایش استاده غلیان قلبش را پست کرد و گفت: یک خواهرک دارم، خردی خانه امان. با چند قدم گذاشت 13 را پر میکند. این خیلی باشد خواهرتان را از شما خواستگاری میکنم. کای نوانگی خود حاضر. چخیر خود حاضر؟ تویچبای باز ایستاد و راست به چشمان درویش نگریسته جواب داد: خودتان بهتر میدانید که من به درسال شما رفتن نمیتوانم. والدینتان فوتیده باشند، اکنون شمایید صاحب خواهرتان. برای این حق دارم که دست آن کس را از شما پرسم. و لحظه سکوت ورزید و افسود: من همشیره‌تان را حتی ندیده گرفتنیم، چون که برای من نوانگی پیوند و قرابت با شما از همه چیز مهمتر است. به همین طریق مصلحت درویش با تویچبای پخت و وی به عوض زر خامش با 10 خچیر پربار به دیارش رخت سفر بست. تویچبای پول مهر عروس را علاهیده به دستش داد و گفت که 1 ماه پس 2 نفر را برای آوردن عروس میفرستد. بعد 2 ماه آن وقتی درویش به دیدن خواهرش به ترمیز می آید، آنها نقشه من بعده استخراج زر و راه‌های به بازارها برآوردن آن را مفصل محاکمه می نمایند. بازارگان جهان دیده به راه فرغانه به پامیر رفتنش را بهتر شماریده برایش 3 خدمتگار هم داد که تا شهر اوش کاروانش را رسانند. هنگام خیر و خوش تویچبای سر درویش را در کنار گرفت و گفت: با ببر کوهی راه سفید می طلبم. دوست بودیم، برادر شدیم. به گفته هایم کار کنید، اگر انشاءالله شما را شاه پامیر می کنم. لیکن خدا نکرده گپم را به زمین مانید یا به کسی در این باره لب گشایید یا مربی دیگر یابید، تمام اهل دیهتان را به ترمیز آورده غلام می کنم. همین خیر قدرت هم دارم. درویش صحت و سلامت به برتنگ برگشت، خدایی کلان داد و به بیوه و بیچاره ها 1 جوالی گندم خیر کرد. رسا پس از گذشتن 30 روز 2 مرد مسلح مغول شکل به خانه او آمدند. درویش بدون دعوت همسایه ها آنها را ضیافت شاهانه داد و به خواهر و زنش گفت: اکنون به گپ من گوش کنید و دم نزنید. اینها وکیلان دوستم از شهر کلان هستند. وی آدمی است که دولت و دنیایش حساب و کتاب ندارد. صدها غلام و کنیز، هزاران انبان زمین، مال و ستور، قصد و کوشت مال شخصی اوست. در غریبی دستم را گرفت و در خانه اش جایم داد. یار و برادر شدیم. همین گونه شخص بزرگ از خانه من امید کرده خواهرم را به زنی خواست. من رد کرده نتوانستم. دست دادیم و عهد و پیمان کردیم. اینک این 2 نفر آمدند که آدمشان را برند. خواهرش گلدسته دامن فغان و گریه را سر داد، اما درویش امر ضرور بودن این زن و شوهری را به او فهماند و تمام ارواحها را گورخیز کرده برویش کشید تا برادرش را لاجواب و ملزم نسازد. خواهر جان، در برتنگ پاکار خسرو و خوشدامن می شوی، اما در آنجا در قصر با حشمت زندگی می کنی و صدها غلام و کنیز در اختیارت می شوند. بعد مدت خودم خبرت می گیرم. اگر از من و از تقدیرت راضی نباشی، بگذار ارواح پدر مرا روسیای هر 2 عالم گرداند. بعدی که نوکران جامه و گزوارهای زرباف، ظرفهای یلقاسی فلزی، مهره و دستپانه، گردنبند و روی مالهای رنگارنگ، محسی، موزه و کفشهای پردازده گوناگون، عطر و گلابهای خوشبوی و چله و گوشوارهای طلایی را به پیش پای گلدسته پاش دادند، دهان همه واز ماند. اینها برای اهل خانواده، جهاز عروس در صندوق دیگر است، گفتند نوکران. وقتی که مال درون آن صندوق را برآوردند،
گلنما از خرسندی گلدسته را به آغوش کشید و ندا کرد: خدایا، از زمان بنای برتنگ به یگان دختری در این ملک چنین بخت نصیب نشده است. گلدسته جان مبارک شود. گلدسته از حیرت و احساس خوشبختی ناگهانی در جایش نشست و آب چشمش شش قطار گشت. گلنما و دخترانش پس از آبتنی و آرا و تارا صبح بر وقت عروس را به دایره و سرود گسیل کردند. درویش و تقایبک به نوکران یک کیسه‌ای، به خواهرشان 4 کیسه زر هدیه داده آنها را تا علیچار همراهی نموده در آنجا پناهشان را به خدا سپردند. از قسمت آینده خواهرش دل درویش ذره مشوش نبود. باور داشت کار حتما طوری صورت میگیرد که وی و تویچه‌بای طرح‌ریزی کردند، اما در حقیقت سخن خانه به بازار راست نمی آمده است. وقتی پس از 2 ماه مابین فصل تیرما درویش به ترمیز رسید، نه تقایبک را در خانه وی پیدا کرده توانست و نه خواهرش گلدسته را. سرخدمتگار شناس او را گرم استقبال گرفته به خانه برد که زندگی کرده بود. خواجه امر دادند که از کسی چیزی نپرسید، من جمله از من. وقتی آمدند خودشان همه چیز را گفته می دهند. خواهرم را دیده می توانم یعنی از پنهانکاری مردک درویش به تهلکه افتاد. همه‌اش بعد آمدن خواجه. من هر صبح شما را خبر گرفته آب و طعام می آورم. صبح روز ششم هنگامی که کاسه صبر درویش لبریز گشت و دلش از نامعینی تقدیر خواهرش قریب می کفید، تویچه‌بای پیدا شد. رنگش کاهیده و چشمرس لاغر شده بود. وی خود را به آغوش درویش افکند و با آواز خیری گفت: مرا ببخشید، در نزدتان دروغچی و زبان کوتاه شدم. درویش از گریبانش داشته بانگ زد: تو خواهر مرا کجا کردی؟ خدا شاهد که عیب من نه. وی حتی به ترمیز نرسید، از راه بردند. دست و پای درویش سست شد، گریبان تویچه‌بای را سر داد و شخ شد. نونگی 1 ماه است که میکاومش، پرید درکش را یافتم. در کجا بوده است؟ به تن درویش مدار درآمد. در قصر امیر. امیرش باز کی؟ امیر بخارا سید مظفرالدین. درویش گریبانش را داشت و از حیرت به زور آواز برآورد: امیر بخارا، پادشاه ملک؟ تویچه‌بای گناهکارانه سر خم کرد و قضیه را شرح داد. دیدم که دیر کردن نونگی به سراغشان رفتم. بازارگانان آشنا در خوجند گفتند در راه بیکاباد به سواران دچار آمدند که عورتی را با 2 شخص محبوس جانب بخارا می بردند. آنها کی بودن سواران را مشخصا نمی دانستند. از خوجند به بخارا رفته تمام یار و جوره هایم را به پا خیزاندم. نهایت دیروز درک یافتم که نونگی جاسوسان امیر خواهرتان را به ارک بردند و خدمتگارانم را به زندان انداختند. از این خبر شوم دل درویش قریب از زدن ماند. تویچه‌بای به وی در پیاله آب آورد. شکر که زنده بوده است. مقدار به خود آمده گفت درویش: اکنون چیکار میکنیم؟ با امیر پنجه زدن نمیتوانیم، البته فقط یک علاج داریم. به حضورشان راه یافته ظلمی در حق عاجزه رفته را برایش معلوم کردند. کی؟ 2 روز تدارک سفر باید. هدیه های در خور امیر را تیار کردن لازم. روز جمعه براه می براییم. در بخارا پس از شیرین کردن کام چند منصبدار و سپردن هدیه های گرانبها به خزینه ملک، تویچه‌بای در روز 7 به حضور امیر در آمده توانست. امیر گفت که از قضیه خبر ندارد و تحقیق کرده هفته بعد جوابش را میگوید. بعد 1 هفته در حقیقت تویچه‌بای را قبول کرده گفت که آن دختر صاحب جمال شغنی زیب حرم امیر را دارد. تویچه‌بای البته بغیر از رضا شدن دیگر به امیر چی هم گفته میتوانست. با او میسر گشت که موافقت امیر در خصوص آزاد نمودن خدمتگاران بیگناه خود و پس از 2 ماه به خبرگیری خواهرش آمدن درویش را به دست آورد. آنها به ترمیز برگشتند. تویچه‌بای برای از دست دادن دختری به قول امیر صاحب جمال شغنی غم می‌خورد. درویش تسکین یافته افشا نکند هم خرسند بود که امکان دارد خواهرش زن امیر بخارا شود. آن وقت به قول بخاریان بجولش آلچی می‌خیزد و در مدت کوتاه به آرزوهایش می‌رسد.
بعد 2 ماه امیر قول داده اش را اجرا کرد. درویش در دربار به دیدار خواهرش رسید. گلدسته همراه کدام یک زن پررپیکر بلند قامت او را در خانه بر هوای انتظار بودند. اگر گلدسته وی مورادیک گفته خود را به آغوشش نمی پرتافت، درویش در زیر فرنجی او را شناخته هم نمی توانست. دختر خبر داد که امیر او را به اختیار شمشاد نامزنش سپرده است و این زن به او خیلی مهربان بوده است. هنگام خیر و خوش حرمدار به دست درویش یک همیان زیبای قفس دراز کرد و گفت: جناب عالی با دست مبارک خودشان در این همیان پول گذاشته فرمودند به شما رسانم که خویش و تبارمان در نزد ما منزلت بلند دارند. حالا فرصت قبول شما را نداشتند، اما در ماه سرطان منتظر حضورتان هستند. درویش آنسان که تویچه‌بای تأکیدش کرده بود 2 زانو زد و همیان را 3 بار بوسیده به چشم مالید. سپس با خواهرش پناه بر خدا کرد و به در رفت. از آنکه قضیه گلدسته در نهایت کار به نیکی انجامید، بحر دل تویچه‌بای قدر بازگردید. وی درویش را مبارکباد کرد و گفت: نونگی خدا اگر بدهد نمی پرسد فرزند کی، نباشد برتن کجا و بخارا کجا، امیر کجا و آن فقیر کجا. نونگی به معنای با خدا دادگان ستیزه نکن گفتن مردم رسیدم. قصه کوتاه درویش از تویچه‌بای اجازه خواست و از خود بخارا راه پامیر را پیش گرفت. اگر تا سرطان سال آینده در ترمیز ایستد، میان کارش در تنیمس می شکند. تویچه‌بای برای طلایش چند خریداری به قول خودش اصیل یافته بود و نمی خواست که درویش استخراج زر را حتی به مدت 1 روز قطع نماید. نونگی گپ مرا گیرید، اگر از دریای طلاییتان نمانید. امیر هم آدمان بدولت را دوست می دارند. کارتان رونق گیرد، حاکم آینده پامیر شمایید. درویش میانه های ماه دیوانه از راه مرغاف به سریز رسید. با تن زن و بچه ها و تقایبی که از رهپایی خسته شده جان دمید. برای آنکه دهان غیبتچی و هنگام طلبان را که در خصوص بنا خواست غیب زدن خواهرش هر گونه قصه و روایت ها بافته بودند بندد، به مدت 1 هفته بزم و ضیافت آراست و اعلان کرد که گلدسته را در فرغانه به شوهر داده سورش را به دبدبه گذرانیده اینک با هدیه های هنگفت به دیهه برگشته است و برابر آب شدن برف پس از جشن نوروز باز به کلبه اش برگشت و با غیرت دوچند به زرشویی پرداخت. برای 2 حوج زر 1 کیسه می دوخت و در قار سرتراش پنهان می کرد. همیانهای پول کاغذی و فلزی در بخارا و ترمیز و دست آورده اش را نیز در غار نگاه می داشت. اگرچه خوب می دانست که به غار دهشتناک نه تنها آدم بلکه درندگان هم جرأتی در آمدن ندارند، با وجود آن هر روز گنج پنهان کرده اش را خبر می گرفت. 1 روز نبیند دلش را گرگان تیله می کردند. شب خوابش نمی برد. آنقدر پابند کار و غار شد که 40 روز قبل از ماه سرطان بدنش را خنک گرفته میانش شخ شد. با این احوال به هیچ وجه سفر کرده نمی توانست. اما امیر شخصی نیست که به حضورش ساعت دیر برسید. دیر مانو قندت زن، هم خواهرت را زیر ملامت می گذاری، هم خودت از عنایتش 1 عمر محروم می گردی. برای احتیاط کردن توانستن سلامتیش خود را ملامت می کرد، اما چه سود؟ آب سرد بود و غار از آن سردتر. هر سال سغور شکار کرده هر سحر 1 بیگ روغنش را می نوشید. امسال برای شکار وقت جدا نکرد. انا عاقبتش به عذاب خانه آمد و چند روز ناجنبان خوابید. دید که حالش بهشدنی نیست. تقایبک و پسر کلانش را به شکار سغور فرستاد. آنها سغور فربه را زنده آورده کشتند و درویش پوستش را گرماگرم به میانش پیچاند. روغنش را هم خوردن گرفت. دردش سبکتر شد، اما پره سر نمی داد. علاج یگانه فرستادن تقایبک به حضور امیر بود.
بنابراین یک بیگه میانش را داشته آهواکنان به حجره تقایبک در آمده مسئله را به وی فهمان. تقایبک از گپ شنیده اش هنگ و منگ شد. هیچ باور نمیکرد که گلدسته آنها در قصر خود امیر بخارا زندگی میکند. برای آن که باور کنی به بخارا رفتنت در کار. از راه اوش نرو، خطرش بسیار. بروشان فرامده از طریق درواز به دربند برا. هیچ کس راه یک فقیر بی آزار را نمیگیرد. از دربند آن طرف نام تویچبای ترمیزی را بگو، به دو دست ادب قبول و گسیلت میکنند. به ترمیز رسیدی راست به خانه تویچبای رو. 2 جوال پومن به خر بار کن و 2 کیسه زر به میانت بند. پومن را به دست تویچبای رسانی بهتر. در آن ولایت به قیمت گران میخرند. مبادا در اثنای راه مشکلی پیش آید، بده و جانت را وارهان. کیسه های زر را هم به تویچبای تسلیم کن. آنها را بیند یقین میکند که در حقیقت آدم من هستی. وی تو را به بخارا برده راهنمایی میکند. تا تیرما مرا انتظار شو. بعد خدا خواسته باشد هر دویمان برمیگردیم. 2 روز پس تقایبک خواجگیداری را به جیانش سپارید و به سفر برآمد. چون بار اول براه می برآمد دلش امن نبود. اندیشه گرفتار آمدن به دست دزد و راهزن خیالش را ترک نمی کرد. اگر دست به میانم برند کیسه ها را یافته می گیرند و تویچبای به گپم باور نمی کند. بهترش یک کیسه را به خود می مانم و دیگرش را به جوال پومن می اندازم. اگر اینش را بگیرند ویش می ماند. خورجین پر از پشم را هیچ کس نمی کاود. به همین خیال یک کیسه را به نوک چیلبر بست و به مقصد در وقت ضرورت آسانک کشیدنش آن را به اندازه یک آرنج در قبط پشم بجا کرد و با دل پر راهش را دوام داد. وقتی که به پرین ورز رسید از دیدن پل هوایی چشمش سیاهی زد. به هر حال کلمه گرداند و خر را پیش انداخت. خر چند قدم گذاشت و زوم کرد. تقایبک خیلی تیله اش داد، اما جانور بین پل رسید و دیگر وجب پیش رفتن نخواست. خر را جنبش پل ترسانده بود. تقایبک علاج کرده از تگ خر گوکشان گذشت و خواست که نقطه اش را گیرد، زیرا بیمش زائل شود و به حرکت درآید. ولی این هم به کار نآمد. خر خریگریش را دوام داد. تقایبک از غضب در کجا بودنش را هم از یاد برد و به کشاکش درآمد. او نقطه را به سوی خود می کشید و خر به سوی خود. خیلی به هم زور آوردند که در لحظه خر به شست عقب رفت و پایش غیجید. پل جانب جری لپش زد و برگشته به تنه کوه برخورد. خر موازنتش را از دست داد و سرازیر شد. خیریت جوان در لحظه آخر نقطه را سر داد، وگرنه تا رسیدن جسمش به بنی دره جانش یقینا عالمی فنا را پدرود می گفت. به پشت افتاد و تا آرام شدن پل در همان حال نشست. سپس برخاسته پل را گذشت و به پایین نظر افکند. خر نه درون آب بلکه در کنار آن میان جنگلک افتاده بود. شاخهای لیس فرامدن به این ژرفای خطرناک را ناممکن می ساختند. خر، پومن و از همه مهم کیسه پر از طلای خام از دست رفتند. تقایبک به زنده ماندن جان خودش شکر کرد و راهش را دوام داد. خلاص کلام بعد 1 ماه صحت و سلامت به ترمیز رسید و تویچبای را یافت. بازارگان او را خوش قبول نموده خانه الهیده در اختیارش گذاشت. برایش 2 دست لباس فاخری در خورد دربار امیر خرید. طرز مناسبت به امیر و اطرافیانش را فهماند و روز 1 ماه سرطان راه بخارا را پیش گرفتند. 2 روز پس به پایتخت رسیدند و در کاروانسرای بزرگ جای گرفتند. صبح دیگر تویچبای وارد ارگ شد و خواهش کرد که امیر را از آمدن عموزاده کنیز شغنانی آگاه نمایند. بعد از نماز پیشین خبر آمد که امیر تقایبک را همراه تویچبای فردا پس از نماز عصر به حضور میپذیرد. تقایبک حیران بود که به امیر چه دستاویزی برد. با این سوال به همسفرش مراجعت نمود. وی گفت: پروا نکنید، بار خچیلی که با ماست همه گزوار ابریشم سرمدوزی و ظرف نفیس چینی است. امیر چه قیمت داشتنشان را میداند. تقایبک خجالت کشید و گفت: شاید از خودم زر خام را بدهم. لازم نه، نگه دارید، روزی به خودتان به کار میآید.
روز دیگر 3 صندوق هدیه اشان را در نزد دروازه ارک فراورده بودند که مرد قد بلند به پیشوازشان برآمد. وی نامشان را پرسید و به پاسبانان امر داد که صندوقها را درون درآورند. مهمانان دنبال او را گرفتند. 2 راهرو گلیم فرش را گذشته به چپ تاب خوردند. مرد در وزنین کندکاری را کشاد و دست به سینه گذاشت و گفت: جناب عالی شما را انتظارند. تقایبک تصور داشت که امیر بالای تخت نشسته باشد و آنها زانو زده سلام میکنند، اما این طور نبوده است. امیر مرد میان سال 4 پهلوی قدش از میان بلندتر، خلعت سبک سبز فام در تن، طاقی سرخ رنگ قبه‌دار بر سر، تسبیح دراز مورهایش سبز در دست، با تبسم کشاد در میان حجره ایستاده آنها را پیشواز گرفت. تویچه‌بای با یک زانو نشست و دستی دراز کرده امیر را به چشم مالید. تقایبک هم زانو زد که امیر از بازویش برداشت و گفت: خوش آمدید به بخارای ما. خوش باشید عالی جناب. از بس که به پارسی زبانش کشاده نبود، تقایبک به قرغیزی جواب داد. امیر تبسم کرد و به ترکی گذشت: بارک الله که شما قرغیزی میدانید. همشیره‌تان نه ترکی میدانسته است نه پارسی. همین 2 ماه آخر کم کم گپ میزده است. از گپش یک چیز را دقیق دانستم که از اولاد زرشویان است. مناسبت عادی امیر گرانی دل تقایبک را زایل ساخت. مظفرالدین آنها را روی کرسی های پس شناند و خود نیز در روبرویشان نشسته گپش را دوام داد. احوالشان خوب است، اما خویش و تبارشان را بسیار سخت یاد کردند. ماه قبل در خدمت شهبانوی سلطنت به کرمینه رفتند و در همانجا می باشند. خواهرتان به شهبانو خیلی پسند افتادند. تقایبک برخاست، 2 دست به سینه گذاشت و گفت: سرم به آسمان رسید جناب عالی، این همه از مهربانی شماست. امیر به تویچه‌بای رو آورد: تورا، به شما هم هزاران قلق برای عملهای شایسته‌تان. شما که با این کس رفاقت دارید، ماه دیگر مواظبتشان نمایید تا رسم و رسوم بخارا را آشنا شوند. من دستور دادم که برایشان منزل خوب آماده سازند. و سکوت کرد و افزود: برای ما خویشاوندانمان عزیزند، خاصه از شغنانی که در آن کنار دنیاست. تقایبک و تویچه‌بای به تعظیم از جا بلند شدند. امیر به اشاره دست مانع گشت. تویچه‌بای گفت: جناب عالم پناه، اینها مردمی ساده و پاکمنشند. به روزی الله تعالی قناعت کرده به نیک و بد عالم کاری ندارند. بنده با اینها نونگی چند سال دوستی دارم. امیر تسبیح را با تکانی در مشتش جمع آورد و گفت: کار خیری برای دولت میکنید شما. نیستند کسانی که با آن دیار معاملت داشته باشند. این وظیفه را حالا به شما فرمایش میدهم. تویچه‌بای از خرسندی بال و پر برآورده دامن خلعت امیر را به چشم مالید. جان و دلم فدایتان عالم پناها. نونگی باوری شما برای بنده از تمام مال دنیا قیمت‌تر است. این جوان را تربیت کنید، پاداشش را هم می‌بینید. امیر برخاست و امرآمیز اضافه کرد: حالا با آدم شما را نزدم آورد، به منزل نوی تقایبک می‌روید. پس از نماز شام هر دویتان بیایید، به خاطر خویشمان ضیافت می‌خوریم. مهمانان از حضور امیر خوشبخت‌ترین آدمان دنیا شده برآمدند. از غلیان خرسندی زمین را در زیر پا حس نمی‌کردند. مرد قد دراز در راهرو پیشوازشان گرفت و 3 کسه راه منزل تقایبک را پیش گرفتند. رهاره تقایبک از تویچه‌بای به سوالی که در حضور امیر در دلش پیدا شد اما به زبان آورده نتوانست جواب خواست: دوستم، امیر گفت که برای ما خویشاوندانمان عزیزند. من هیچ نفهمیدم که با امیر چه خویشاوندی پیدا کرده ایم. تویچه‌بای هم با حیرت پاسخ داد: راستی من هم نفهمیدم. همین قدر گفتند که همراه شهبانو به کرمینه رفتند. کرمینه در کجاست؟ نه چندان دور از بخارا، لیکن نونگی چوری شهبانو به کدام دلیل خویش امیر می شده است هیچ نمیفهمم. از راه بلدمان پرسید، شاید این مردک داند. تویچه‌بای سوال تقایبک را به راه بلد تکرار کرد و این ناراضیانه قمچین دستش را الوانج داد و گفت: شما هر دویتان خویشتان را ندانید، من باید از کجا دانم؟ لازم شود جناب عالی خودشان گفته میدهند. وظیفه من
نشان دادن خانه است، نه راست کردن نام و نسب. از چنین جواب خشمالود و عین زمان متعایبه نمای راه بلد بر لبان تویچه‌بای تقایبک تبسم دمید. تویچه‌بای هم به آهنگ گپ راه بلد وضعی هزل‌آمیز به میان آمدن را تقویت داد. هر آینه به میش باش و به خویش نه گفتن عاقلان به حکمت نبودگی است. انجام گفتار 18. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدلای جا محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.